بیار. اوکی داره رکورد میکنه دیگه. با تو کاری نداره. صدا میخوای تست کنی؟ صدا رو تست تو کردیم تکون میدی دیگه. منم تکون میخورم. یه کوچولو. صدا منم تست کردی؟ این که صدام قشنگ میفته رو تست کردی یا نه؟ بیبی صدا قشنگ میفته دیگه باید خودت چیز کنی. Actually داغه. تمام میته. رکورد نیست خودمونیم فعلا. سلام علی. البته ماجرای چیز اینه که مثلا ممکنه همه اینا میشه باشه، آره. کیوت دیگه. منم اوکی هم که باشه. مثلا اینترویی که انقدر خوش شروع نشه با سلام خدمت همین حالان. اصلا من تواناییشو ندارم. Okay, sorry. One message to my English viewers and English listeners. Typically, this podcast is always recorded in the English language, but for this particular occasion, I find it really difficult to record your dumbass in English. Yes or no? No, it makes no sense. We're talking about Iran, and we're both Iranians. It must be also said that this podcast is not being funded by anyone. It's simply just two old friends catching up. این پادکست رو کسی پول نداره، با خودمون دو تا رفیقای اصلا مانیتایز یوتیوب هم واسه این ویدیو بسته است. زنده باشی سلامت. برای اینکه تو میک شور من این وسط پول در نمیارم، ما این وسط پول در نمیاریم از هیچکی. ما دو تا آدم‌های بسیار بسیار فقیریم و اومدیم پادکست کنیم به صرف رفاقتی که از قبل داشتیم. ولی باورت میشه الان اینجاییم؟ خیلی وقت. آره. چند سال گذشته الان؟ اوف. خود کرونا بود نه؟ خود کرونا بود که هیچ کافه دیگه ای باز نبود. و فقط شما کار میکردین. آره داستان از این قرار بودش که ما سال آخری بود که من ایران بودم و رشت زندگی میکردم با ماما اینا و کرونا بود و وقتی کرونا بود همه کافه ها بسته بود و ما یه روز قهوه خواستیم. آرمیتا عباسی دیدی چی شد؟ دیدی حیف کردی. آره ما نشسته بودیم تو ماشین نزدیک چهارراه گلسار، یهو گفتم که آقا الان وقت قهوه است، همه کافه هم بسته. حالا از شانس ما رو بگو تو قرنطینه چه روی داشتیم؟ خیلی رو داشتیم. همه کافه ها بسته، بعد ما یه دونه ون بودیم وسط چیز گلسار. خیلی کدوم میدون بود؟ اسمش من یادم نیست ولی اون کافه راشا، تو یادت راشا دقیقاً بغل کدوم چیز بود؟ خدا پروموت نکن راشا. میرم تو راشا. مگه هنوز بازن؟ فکر کنم اسمش رو تغییر داده، مدیریتش هم عوض شده، ولی اون یارو که یعنی شعبه‌های دیگه شو هنوز داره. چرا پروموت نکنی؟ با چه اشکال داره؟ بذار گاید مادر ما رو بابا ولش کن. نه حقوق میده به کسایی که واسش کار میکنن، نه شخصیت حاضره براشون قائل شه. آره خلاصه همون میدونه اطراف گلسار بود که اینا خیلی با بیگ دک انرژی واسطه بودن پشت ماشین قهوه ساز. این خانمو دوست سر سابقش، دو تا جوان بودیم جویای نام و جویای پول، برای همین وسط کرونا وایسادیم. من هنوز خارج نشده بودم، آرمیتا هم هنوز آرمیتا عباسی بود، خیلی آرمیتای معمولی بود. آرمیتا هنوز ایمی بود، هنوز آرمیتا عباسی نبود. یادش بخیر. آره. سخت شده، معروف شدی زیادی آرمیتا، راضی نیستم. این سخت داره. برای دوستام بیشتر سخته. آره چون سخته. ولی از اون کافه‌ای که ما خوردیم همونجا نمکگیرم کردی آرمیتا. نمکگیر شدی دیگه تا الان که الان که جفتمونم اومدیم آلمان. آره این خیلی رندوم بود، چون زمانی که تو رفتی اصلا اولا که به مقصد آلمان نیومدی، بعد یهو اصلا آره الان اومدیم آلمان از رشت و اینکه چقدر آدمای متفاوت تری بودیم. آره به طرز تلخی چقدر آدمای متفاوت تری بودیم. من نمیتونم تصور کنم اگه من آرمیتا عباسی نمیشدم آیندم الان میخواست چه شکلی، چه جور دیگه ای میتونست باشه. نمیدونم اگه هنوز مثلا یه سری طرز فکرها رو داشتم، یه سری رفت آمدا رو داشتم، اینو نمیتونم، برام بلاک شد دیگه. یعنی انقدر مسیرم تغییر کرد. من راستش بعضی وقتا فکر میکنم به این داستان که مثلا اگه یه سری اتفاق واسه یه سری آدمو پیش نمیومد چی میشد. راجع به تو اتفاقی من فکر کردم که اگه اون داستانای زن زندگی آزادی اون موقع پیش نمیومد
تو الان با شناختی که من از تو دارم، با کله خری که داری، اصلا تو همیشه جلوی زندان بودم احتمالاً. جلوی آره دیگه لازم نیست کسی راجع این ماجرا شکی داشته باشه. زندانت هم رفتی ماشاءالله. نه میگم ممکن بود مثلا از سر جنگ و دعوا بیفتم زندان به یه جرم دیگه ای مثلا. شوخی میکنم. خیلی نبودی با این چیزا نمیافتادی زندان. چیزی که من شک داشتم اینه که دور از جونت خدا نکرده تو این چیزا کشته میشدی حتما. بعید نیست. یعنی چون تو همونی که جلو اون موقع جلو میرفته تو هم آدم بودی، یعنی چیزی در تو تغییر نکرد. و از طرفم مثلا میخوام بگم مثلا خوشحالم نمیشد، مثلا بگم خوشحالم که این اتفاق نیفتاد. جنبه‌های مثبت و منفی خودشو داشت دیگه. من اصلا اونجوری بهش، یعنی زندگیم به دو بخش تقسیم شد ولی اونجوری بهش نگاه نمی‌کنم که حالا اگه اینجوری نمیشد حالا مثلا چه اتفاق دیگه میتونست بیفته و پذیرفتم دیگه هر چیزی که بود. چاره البته نداره. اینکه انگار این چیزا رو، این what if هایی که آدما میگن اگه اینطوری میشد اگه اونطوری میشد، انگار خیلی معنای مخصوصی درست حسابی نداره. ولی حالا الان اینجاییم بعد این همه سال و هنوز هم همون دردی رو داریم که اون موقعی که 6 سال پیش 7 سال پیش از بعد تولد که تو ایران به دنیا میای با همین درد به دنیا میای دیگه. یعنی نمیتونی اهمیت ندی. البته داریم با آدمایی که اصلا اهمیت نمیدن، ولی واقعا به نظرم اگه ایرانی باشی و ایرانی باشی نمیتونی اهمیت ندی. نمیشه اهمیت نداد. آدم میگه ایرانی باشی خب، ولی لعنتی چیزایی که آدم تو دیدیم ما تو این تظاهراتایی که میان، مثلا آلمانیا دارن گریه میکنن تو تظاهرات. آره. یعنی حجم جنایتی که اتفاق افتاده به قدری سنگین و هولناک بوده که میگم معمولا اینطوریه که هر کشوری، مردم هر کشوری واسه اون کشوری که دل میسوزونن. آره. چون جنایتایی که مردم یک کشور با خود گاورمنت یک کشور با خود اون مردم انجام میده هیچ وقت انقدر مهلک دیگه نیست که مثلا آقا دیگه صدای آلمانی در بیاد، صدای اروپایی در بیاد، صدای آمریکایی کانادی، صدای همه در بیاد، همه بتونن اشک بریزن. صداشون کم در اومد نسبت به بقیه جا. فهم کنیم اگه پلستاین بودیم چقدر صداشون بیشتر در می اومد. خیلی بیشتر در می اومد، در این هیچ شکی نیست. ولی ببین داستان داره ماجرایی که ما متاسفانه خودمون رو نمیتونیم با داستان پلستین مقایسه کنیم، چون فلسطین و اتفاقی که بین فلسطین و اسرائیل افتاده به قدری روی پروپاگانداش چندین دهه کار شده که یعنی عملا این دیگه تو مغز آدما رسوخ کرده. یعنی مردمی که نمیدونن اصلا میدل ایست کجاست، نمیدونن آسیا کجاست، نمیدونن آفریقا، اینایی که تو آمریکا دارن میرن تظاهرات میکنن فری پلستاین فری پلستاین، اینا همونایی ان که وقتی آمریکایی دیگه میره ازشون مصاحبه میگیره و میگه 5 تا کشور دیگه اسم ببر نمیدونه. آره بابا اصلا خود قوانین فلسطین هم نمیدونن. خیلیاشون لیترالی الیگالن توی اون کشور، یعنی با اون پوشش با اون طرز فکر نمیتونن پاشون رو حتی تو فلسطین بذارن. ببین اصلا سنگ چیزی رو به سینه میزنن که یعنی حاضر نیستن یک هفته تو اون محیط زندگی بکنن. اصلا ماجرا این که حاضر هستن یا حاضر نیستن نیست، ماجرا اینه که وقتی ماها چیزی به احمقانگی Queers for Palestine میبینیم، خب یعنی هیچ فکری یعنی پشت این داستان نیست دیگه، هیچ فکری، یعنی نمیدونی پلستاین چیه، نمیدونی اصلا هیچ توضیح بهشون داده نمیشه، نمیدونی اسلام چیه، نمیدونی اسلام میتونه چقدر جنایت چقدر میتونه جنایت انجام بده، هیچ کدوم اینا رو نمیدونن. یه فری پلستاین شنیدن from the river to the sea که اصلا حتی نمیدونن که from the river to the sea یعنی اینکه تو عملا داری به اسرائیلیا میگی ما باید همه شما رو اکسترمینیت بکنیم و همتون رو از بین ببریم، مثلا from the river to the sea as river Jordan all the way to the sea. این دیگه چیزه، این must be free. همین گاووسفنده. چرا؟ دقیقاً بنده‌های خدا، از طرف میگم گاووسفند، از طرف میگم بنده‌های خدا، چون واقعا از این جای تحصیل خودشون هم نیست، پروپاگانداه. چند سال پروپاگاندا و اونی که خیلی چرا بعد یه چیزی حمایت بکنی که اطلاعات کافی راجبش نداری؟ سیمپاتی. ببین پروپاگاندا چیزش همینه، 4 تا ویدیو بگیرن از اتفاقاتی که داره توی فلسطین میفته، هم 4 تا ویدیو بگیرن حله. یعنی چون مردم ببین قالب مردم دنیا they have the sense of sympathy، یعنی اون حال چیزو دارن، اون حال اهمیت دادن، اون حال همزاد پنداری، اون حالی که مثلا یه بچه رو میبینه این اتفاق افتاده. خب حالا درسته ماها میدونیم که این اتفاق افتاده صرفا به خاطر اینکه حماس اونجا بوده و اگه حماس اونجا در کار نبود و در قدرت نبود این اتفاق هم پیش نمیومد. ولی خب این اتفاق افتاده، یه سری تراژدیات متحمل شدن این مردم و فقط کافیه که عکس گرفته بشه و این تراژدیا به دانشجوهای MIT و چه آکسفورد این ورانور نشون داده بشه، اینا همه دلاخونی، همه
پروپاگاندا امیدوار بودم اینو بگی. خدای شکرت. ولی من یه سوال دارم اینجا الان ازت. یعنی تو داری میگی که قدرت پروپاگاندا از یه واقعیت میتونه به مراتب بیشتر باشه، به خاطر اینکه الان چیزی که از ایران لیک شد زمانی که اینترنت کاملا تو بلک اوت بود واقعا لیک شد و جمهوری اسلامی نمیخواست اصلا اون چیزا بیرون بیاد. اون تمام ویدیوهایی که از کهریزک بود، تمام تظاهرات‌های 18 و 19 اینا در رفتن دستشون. اصلا برای همینم اینترنت رو قطع کردن دیگه که اینا به گوش کسی نرسه حداقل اونقدر. خب چرا مردم به اون واقعیت اهمیت نمیدن؟ من فکر میکنم یه ذره پروپاگاندا رو هم در نظر نگیریم، یعنی اونو بذاریم یه طرف، یه ذره مردم گرایش سیاسیشون رو قاطی میکنن که ما کیو بیشتر دوست داشته باشیم با توجه به گرایش سیاسی که خودمون داریم. یعنی اینجا انگار جون مردم پلستاین برای یه سریا عزیزتر میشه تا جون مردم ایران. این هست متاسفانه و تا آخرم این داستان قرار ادامه پیدا کنه. ما همیشه اون آندرداگیم. یعنی سیگار مرسی. ایرانیا اون فنده کار نمیکنه. خب ایرانیا این داستان آندرداگ بودن همیشه داشتن. یعنی ما برای آندرداگ کسی که تو موضع ضعف قرار گرفته توی دونه کامپتیشن، توی مسابقه، اینو ما همیشه داشتیم. یعنی با جمهوری اسلامی خواستیم به جنگیم، اینو داشتیم، با عراق جنگیده این بوده. هر کلا مردم ایران انگار شانس ایرانی بخت تو، واقعا بخت تو. از این باید شانس نبودیم. دو تا داستان داره، اینکه داخل اوضاع چجوریه این داستانش شده است، ولی اینکه خارج میشه از سمت کشورهای دیگه حتی دلیل داره. ببین مثلا هالیوود، خب هالیوود نمیتونه چپ نباشه. یعنی اصلا توانایی این که نباشن رو ندارن، چون پرودوسرشون وسط صحبتت من اصلا با چپ بودن مشکلی ندارم. یعنی من خودم من از زمانی که آزاد شدم به لیبل‌های مختلف سعی می‌کردن از اون لیبل‌ها به عنوان فوش واسه من استفاده بکنن و من تا همین شاید 1 سال پیش داشتم چپول شناخته می‌شدم و من اینجوری بودم که اصلا چرا چپ باید فوش باشه؟ این دوتا به نظر من یه کامبویه که باید وجود داشته باشه. ولی آره توی یه سری نقاط حساس مثل الان که البته بحث الان خیلی گسترده میشه، مثلا الان از دموکراسی بگو جز اون چیزاییه که یهو راه افتاد و من الان اصلا توی این شرایط موافقش نیستم. ولی در کل با ایده چپ چرا باید یکی مشکل داشته باشه؟ اگر افراطی باشه آره، اگه مثلا بره به سمت توده‌ای و کمونیستی اون اصلا قضیهش چیز دیگه است، همون قدم که راست بودن مشکل داره. ولی چرا اینا نمیتونن یه حداقل تظاهر بکنن که یه چیزی این وسط دارن حفظ میکنن، یه چیزی بین این دو، یه بالانسی ایجاد بکنن؟ ببین اول اینکه در تایید حرفت، این از دموکراسی بگو که عملاً بوی کونه چگوارا رو میده. یعنی دیگه از این چپتر عملاً دیگه نمیشه رفت. خب و اتفاقا من به شخص خودم با این حرف تو هم موافقم که وقتی اصلا میگن چپ، انقدر از واژه چپ و چپول به عنوان توهین استفاده شده که اصلا میگیم که آقا من همیشه نظرم راجع به این دو تا ایدئولوژی سیاسی، حالا ما که کسی نیستیم، من به عنوان یه شهروند عادی نظرم راجع به دیگه الان همه صاحب نظرن، من تو نظر ندید. فکر من راجع به این دو تا ایدئولوژی این بوده که چپ تنها چیزهای خوبی که داره و من دوست دارم از اون استفاده کنم یکی فری هلت کره و یکی فری ایژوکیشن. خب و این دوتا یه جورایی از جمله اساسی ترین اصول چپ نمیشه گفت، ولی اصول مهمی هستن. آره اصول مهمی هستن و به نظرم اصولای بدی نیستن که تو تحت هر شرایط مالی تا یه حدی سیف باشی. دقیقاً. و یه بزرگترین خوبی که چپ داره اینه که اول از همه اینه که چپ هیچ وقت تو کشوری مثل ایران دیگه نباید به قدرت برسه، هیچ وقت به نظرم مطلقاً. یعنی یه تری خورده تو این ایدئولوژی و تو این حس که اصلا حالا ها مثلا چندین دهه، مثلا 50 سال آینده شاید مثلا بگیم که اوکی حالا اینا هم بیان یه نظری بدن شاید اوکی باشه. ولی انقدر جامعه ایران چپ زده و نفرت داره از چپ که میگه آقا تنها خصلتی که حضور چپ و پارتی های چپ نیازه که باشن اینه که راست رو کنترل کنن که به سمت راست افراطی نره. همین. وگرنه یه چیزی واقعا قدرت همیشه به نظر من باید دست راست باشه و چپ اونجا وایس مثل ناظمی که یه دونه چوب دستشه خیلی این خواست
بلند بپره، چون ما داریم تو آلمانی زندگی میکنیم که راست یهو رفت افراط، یهو کل اروپا رو گرفت، یهو خواست کل دنیا رو هم بگیره. از اون ورم یهو چپا اومدن بالا تو آلمان. حالا جالبه که الان احساس میکنم انگار توی این چند سال اخیر قدیم چپ ایران با چپ بین الملل خیلی فرق می‌کرد. الان انگار یه ذره داره به هم دیگه نزدیکتر میشه. چند سال هم نشد، حتی 1 سال اخیر، انگار بعد زن زندگی آزادی اینا انگار دارن نقطه‌های مشترک بیشتری بین خودشون پیدا میکنن. چون واقعا هم زمانی که توی آلمان چپ اومد بالا اصلا اینجوری بودیم که حالا نمیخوام به دورانی که راست تو آلمان بالا بود اصلا اشاره بکنم، اون که اصلا ترجمه نکنه، ولی یهو ببین الان من حالا یه ذره این حرف در حق خودم هم اچاف میشه، چون من خودم هم یه خاورمیانه‌ای ام که دارم تو این کشور زندگی میکنم، ولی از یه حدی به بعد که گذشت تو واقعا احساس امنیت نمی‌کنی وقتی اینجا میری بیرون و میبینی که چه آدمای رندومی بلند شدن اومدن و فقط یه کشور چپه که اینا رو تا این حد راه میده. و خب آره من خودم ایرانی ام، من خودم از خاورمیانه اومدم، اما یه مرزی احساس میکنم. مرزش میدونی دقیقاً چیه؟ اینه که ما هر وقت غالب ما تا اونجایی که من میشناسم، یعنی کامیونیتی‌های ایرانی که من باشون طرفم، متوجه شدم که یک چیز در مورد همه ما ایرانی‌ها اشتراک داره، اینه که کمترین تمایلی نداریم مذهب خودمون، ادبیاتمون، زبانمون، فرهنگمون رو بخوایم وارد فرهنگ اینا بکنیم. اصلا ما انقدر تاریخچه تخمی بعد از اسلام، بعد جمهوری اسلامی داشتیم که من خیلی ایرانی‌ها رو میشناسم که بندای خدا اصلا خجالت میکشن توی یک کشور خارجی بگن ایرانیان. از بعد زن زندگی آزادی اینا یه ذره اینجوری بودن که پراود بودن، اینجوری بودن نگاه کن مثلا این ما چقدر مثلا باحالیم و خفنیم و اینا. یه ذره اون قضیه یه ذره بهتر شده. اینکه هیچ وقت داستان ما با داستان اونا متفاوت نبود، چون حتی من دیدم که مسلمانای ایرانی هم که اینجا هم حتی با اینکه کمن خب خیلی اینجا، اونا هم حتی تمایلی ندارن که کسی رو بخوان دین خودشون رو بکشه. آره اینو بگم، این در مورد همه کشورها الزاما درست نیست. حالا اینو در نهایت with all due respect با تمام احترام میگم، ما اینجا نمیخوایم از مملکت خاصی بعد کسی رو بگیم یا چیزی بگیم، ولی ماجرا اینه که آقا کالچر، ماجرا فرهنگیه. خب اسلام دوست داره که هر جا که میره زاد و ولد کنه و دوست داره مولتیپلای کنه و دوست داره از خودش بیشتر داشته باشه. و بدترین داستان، این چیزی که خیلی به من فشار میاره، اینه که تمام دوست آشناهایی که من اینجا دارم که یونیورسیتی دیگری دارن، درس خوندن، کار کردن و آدمای سخت‌کوشی ان و فکر میکنن، آدمای متفکرین، اینا اصلا تمایلی به بچه آوردن ندارن از سر عقل و شعورشون یا از سر ترسی که دارن، چون آمادن، یعنی میدونن که این یه چیزیه، یه مسئولیت خیلی مسئولیت عظیمی، تو نیست بندازی برو خوش اومدی. ولی خیلی‌ها از کشورایی میان که واقعا اینجا 6 تا 7 تا میندازن. البته که این چیزیه که کشورهای مثل آلمان نیاز داشتن اصلا، برای همینه که همه ما اینجاییم. ولی دیگه من همیشه میگم آقا کسی که از یک کشور جهان اول بلند میشه، جهان سوم بلند میشه، میاد توی جای جهان اول، جدا از این که باید زبان اون کشور رو یاد بگیره، باید یه سری کورس هم براش بذارن که تو چجوری توی یک کشور جهان اول رفتار بکنی، اینتگریت کنی، قوانین چه شکلیه. من یک بار تا الان نشده یه آلمانی مثلا من توی خیابون راه برم بهم تیکه بندازه، ولی چقدر خاورمیانه‌ایه که همینجام مزاحمت ایجاد میکنه و این اصلا برای یه آلمانی یا حالا یه سری کشورهای اروپایی تعریف شده نیست همچین چیزی. خب این فرهنگه کی میخواد وارد طرز فکر اینا بشه؟ تو داری تو این کشور زندگی میکنی، داری از امکانات این کشور استفاده میکنی، ولی اونقدری که باید اون آگاهی رو نداری. نمیشم واقعا انداخت تقصیر خود هر شخص، چون همه اونا رو هم برگردی به گذشتهشون تو کشوری بزرگ شدن که ادویکیشن صفر بوده، سیستم آموزش پرورش تخمی، سیستم اقتصادی تخمی. خب چه توقعی میخوای از اون داشته باشی مثلا بعد چندین سال بیاد اینجا؟ آره واقعا ببین این حرفا هیچ کدوم به این نیست. اینا خیلیاشون ما درک میکنیم که آدمایی ان که بسیار سختی کشیدن، متحمل تراژدی‌های سنگین شدن به مناسبت فشارهای سیاسی که بهشون اومده یا به مناسبت تحریم یا حکومت‌های دیکتاتوری، همه اینا. آره ولی از این طرف این ورم هست که خب تمام اتفاقای بدی که اونور برای خیلی از این آدم‌ها افتاده صرفاً مسئولیتش با دولت آلمان یا بقیه دولت‌های اروپایی نیست که بخوان حتما اینا رو تو رو خدا بیا اینتگریت شو، تو رو خدا بیا مثلا به قوانین کشور احترام بذار. خیلی لج میگه، لج آدم در میاد. بابا فری پلستاین چیز گذاشته بود، تظاهرات گذاشته بود، اومده بودن تو تظاهرات فری پلستاین میگفتن fuck you جرمنی. وای دیدم ویدیو از زن حجاب داره.
میون تو کشور خودتون برو تو کشور خودت زندگی کن. اومدن تو این کشور، حالا این واقعا همه در مورد همه استفاده میکنه ولی هستن آقا، ما داریم میبینیم اومده توی کشور اصلا هم کم نیستن. اومده تو کشوری که داره به خودش استایپن میده، به بچه‌هاش داره پول میده، بهشون کورس مجانی میده، بهشون میده که تو کشور خودش عمرن و بهش این آزادی رو میده که بیا جلوی دوربین وسط خیابون به کشور من فوش بده. همین آزادی رو هم بهشون میده و کسی هم باشون هم کاری نداره. و اینطوری استفاده میشه. آقا نامردیه. من ندیدم ایرانی‌ها بخوان هیچ وقت این کارو بکنن. بابا همین الان تو تظاهرات نگاه کن، ما چقدر این آدم حسابیا بلند میشیم میریم تظاهرات میکنیم تو تمام کشورها. یا الان ویدیو پخش شده که دارن آشغال جمع میکنن حتی بعد تظاهرات. ما نگرانم ها. جفتمونم نگرانیم. اتفاقا میدونم الان ما امروز چندم داریم اینو رکورد میکنیم؟ امروز 4 فوریه ما داریم اینو رکورد میکنیم. 10 روز فاصله داره با فراخوانی که شاهزاده داده و ما هم قراره همه بریم. من نگرانم آرمیتا، نگران، چون ببین جمهوری اسلامی هنوز مرده خب، ولی این جسد متحرک هنوز توانایی لگد زدن داره و هنوز هم ریسورسشو داره، هم نفوذشو داره، هم امکاناتشو داره و هم مهمتر از همه اینه که دولت اروپا الان سپاه تروریستی اعلام کرده. خب میگه تو وقتی با یه ارگانایزیشن به این سایز و به این اندازه ریسورس بخوای باشون تروریستی برخورد کنی، اونام باهات میگن که خب به ما میگی تروریست، حالا ما هم تروریستی انجام میدیم. ولی من میگم اون نقطه تموم شدن جمهوری اسلامیه و آخوند کونش داره از این میسوزه که نمیتونه این جمعیت رو اینجا بکشه و واقعا کونش داره میسوزه و من فکرم نمی کنم که مجاهدین شاید طبق همون ویدیویی که اومده بیرون با ماشین رد میشن و اینا انقدرم پول توشون میچرخه که یارو زندانم بره یه جوری خودشو بکشونه بیرون. اونم تو آلمان فکر کن برای چی زندانش میکنن؟ یه دقیقه میگیرن یه استیتمنت بده ولت کن بری. اتفاق اونطوری سنگین منگین نمیفته ولی خیلی باید مواظب باشیم واقعا هممون. این که من فکر می‌کنم میدونی چجوری باید مواظب باشیم؟ من فکر می‌کنم باید اینجوری مواظب باشیم که چون الان یه موج خیلی گسترده داره راه میفته که انقدر ما ایرانی‌ها مهمون نوازیم که اینجوریان که بچه‌ها کسایی که مونیخ زندگی می‌کنین بقیه راه بدین تو خونتون. آقا راه بدین، منم نمیگم راه ندین، ولی حداقل دوست یکی باشه که شما خودتون میشناسین. هر کی سعی کنه آشناهای دور و نزدیک خودش رو راه بده، نه اینکه بری تو تظاهرات یه نفر رندوم بهت بگه آقا من بلند شم مثلا بیام خونه تو هم بگی بلند شو بیا. خیلی از اینا که داخل تظاهرات میان حتی شعار نمیدونم جاویچا و اینا میدن که بای دی وی پرانتز باز کنم، من اصلا فکر نمی کنم این یه کدی باشه برای اینکه ثابت بشه اون آدم واقعا طرز فکرش چیه. یعنی واقعا ممکنه یه نفر مثلا میمونه بگی به جون مامانم، خب مگه چقدر مثلا گارانتی داره این حرف؟ ممکنه واقعا یارو بیاد اونجا یه سری شعارم بده، یهو مثلا بیاد باهات خونه ببینی اصلا چه میدونم مجاهده یا اصلا جدا از گرایش سیاسی و اینا شاید مثلا یارو آدم امنی نبود. بعد احتیاط کرد دیگه. به نظرم واقعا هر کی آشنای خودش رو راه بده یا رفتین اونجا. الان مثلا یه موج دیگه ای هم که دارن جمهوری اسلامی داره راه میندازه تو تظاهرات‌های خارجی اینه که تجزیه طلبا رو مثلا میاره یا کسایی که به اسم تجزیه طلب با پرچم تجزیه طلبی میان وسط تظاهرات. من حس می‌کنم اینا فقط واسه دعوا راه انداختنه. یعنی اسم میکنم فقط واسه اینه که چون تمام این مدت حرفی که داره زده میشه اینه که اوکی ایرانی‌ها چقدر متمدن دارن تظاهرات برگزار میکنن و معلومه که جمهوری اسلامی میخواد خلافش رو ثابت بکنه. معلومه خار شده تو چه این داستان که الان زبان زد شده و شهروندای آمریکا، کانادا و اروپا دارن میگن، ما نمیگیم، خودمون نیستیم که میگیم، خود پلیس اعلام میکنه، خیلی سیویلایزیم. پلیس میاد میگه که آقا ما هیچ کسی رو نه تنها نزدیم، جلو پامون گل انداختن. به هیچ کسی دیگه تو هیچ تظاهرات دیگه هیچ وقتی همچین کاری نکرده و این معروف شده و خار شده تو کونت آخونده. اول می‌خواستم بگم تو چش واقعا کافی نیست، اون وقتی قرمز میشه میوت شده و این خار شده تو کون اینا و این خیلی خوبه و من مطمئنم اینا یه تلاشی میکنن که اینو یه جوری به هم بزنن و واسه همین اصلا درگیر نشدن. اروپا جوانب احتیاط رو فقط داریم میگیم. یعنی آقا اگه دیدی یکی اون ورسن اومد با پرچم مجاهدین، نرو بهش نگو کسکش تو چرا پرچم مجاهدین داری، اصلا باهاش بحث نکن. ما اینو تو تظاهرات بروکسل هم داشتیم سریع، چون تظاهرات‌های آلمان هم بد ساپورت میشن. من نمیدونم تورنتو حالا کشورهای امریکایی به اندازه اروپا هست یا نه، ولی اینا خیلی جدی میگیرن قضیه رو. دور تا دور سکیوریتی وایستاده و پلیس وایستاده، میتونی راحت بری 2 متر از جمعیت بیرون، سکیوریتی صدا کنی بگی آقا اینو میبینی این کسکش داره اینجا مثلا یه کاری میکنه که نباید،
اونا خودشون میان میگیرن جمع میکنن میبرن. تو اگه با اون وارد بحث بشی یهو واقعا دیدی یارو از جمهوری اسلامی بود که کم هم نداریم، کلی بسیجی ریختن مخصوصا تو آلمان، من نمیدونم چرا انقدر زیاده، یارو چاقو در بیاره بزنه بهت. تاش هم معلوم نمیشه به خاطر چی زده، آیا واقعا بسیجی بوده زده یا نه، آیا چون با دعوا شده مثلا زده. و بزرگترین مشکل هم اینه که وقتی بحث خون و خون ریزی میشه یا خدای نکرده مثلا کسی جونش از دست بده، کل تظاهرات کنسل میشه. کنسل نمیشه. خب و ببین اثر خودش میذاره و عکسایی هم که باید بگیرن و میگیرن و من مطمئنم عکس میلیونی میگیرن چون یه دونه تو اروپاست. ولی اگه اون خبر لیک کنه ممکنه واقعا مردم بترسن و دیگه نرن. ممکنه این اتفاق ممکنه بیفته، ولی ماجرا اینه که همون 14 فراخوان شاهزاده رو برن همون خودش به اندازه کافی چیز هست. ولی اینکه دل آدمو یه ذره چرکین میکنه اگه مثلا بخواد یه همچین چیزی، یه سایه‌ای، حتی سایه کوچولو بخواد بندازه روی این چه اتفاق بزرگی که قراره بیفته. اصلا این جمعیت چرا داره جمع میشه به این عظمت؟ به خاطر اینکه ما میدونیم تو سیف ترین حالت ممکن داریم تظاهرات میکنیم. یعنی ما انگوش کوچیکه کسایی که تو ایران تظاهرات میکنن هم نیستیم با توجه به خایه و ریسکی که اونا میذارن وقتی میخوان برن بیرون. نداریم ما اصلا ما اینجوریم که خب تو سیف ترین حالت ممکن آزادانه میریم حرفمون رو میزنیم و اگه این تو ریسک بیفته خب دیگه چه فرقی با شرایط توی ایران داریم؟ همه چی به هم میریزه. آدم توی نشه واقعا. بعد دید نمیشه این چیزا رو متاسفانه اصلا نمیشه پیش بینی کرد. مخصوصا وقتی اسکیل ماجرا انقدر بزرگه، چون یه دونه از تو اروپا، وقتی یه دونه از تو اروپا ببین همه دارن میان. من هتل کار میکنم خب، و وقتی هتل کار میکنی، هتلی که من کار میکنم چینه و چینا اینطوریان که مثلا من توی شعبه کار کنم میتونم مثلا از همه شعبه ها دسترسی داشته باشم مثلا مجانی بگیرم. ببین تعداد تکسایی که به من داره داده میشه تمام کس ایرانیایی که میدونن من هتل دارم کار میکنم، حالا هتلی که بگذاریم تمام کسایی که میدونن که هتل دارم کار میکنم همشون شروع کردن به من تکس دادن بابت مونیخ. یعنی یه کسایی به من دارن تکس میدن که من رضا پهلوی مطمئنی اصلا به ریختت نمیخورد تا حالا. این البته خیلی خوبه، خیلی خوبه اینه که ببین که مردم فارغ از هر تفکر سیاسی وای میستن پشت یه چیزی که الان هایپ ترینه توی کشور ما و همونو حمایت میکنن. لازم هم نیست لزوما پادشاهی خواه باشن یا راست باشن. حتی من دوستای چپی دارم که آره آخه من و تو مثلا من احساس میکنم جفتمون یه چیزی اون وسطیم متاسفانه. از این ور پشت بخور از اون همه تو سرت بزنن هیچ کی هم دوست نداره. من رفیق واقعا چپ میشناسم که مثلا تظاهرات رو شرکت میکنه و ساپورت هم میکنه و به نظر من این خوبه که تو سفت اینجوری متعصب وای نستی سر یه طرز فکر و گرایشی که داری. یه ذره شل کنیم، یه ذره هممون دیدمون رو بازتر بکنیم. این که داری میگی بسیار درسته، ولی چیزی که من بهش نگاه کردم و خودم رو باش قانع کردم این بودش که آقا واقع گرایانه باید عمل کرد. خب خیلی واقع گرایانه، یعنی اینطوریه که آقا من راستش رو بگم دیگه خیلی بر کسی چیزم نیست، پنهان نیست، من هیچ وقت دنبال سلطنت نبودم و هیچ وقت هم دنبال سلطنت بعد انقلابم نیستم و به نظر من جمهوری بهترین آپشنیه که مثلا ما میتونیم داشته باشیم. خب ولی الان بلند دارم میگم جاوید شاه، بلند منی که وایسا، یعنی یه جوری دارم میگم جاوید شاه که سلطنت طلبم بعضن اونطوری نمیگه. چرا؟ چون ببین ترسیدم. خب الان طرف حساب ما ترامپ و نتانیاهو، خب اینا وایسادن نگاه کنند. خیلی تلخه که سرنوشت آینده کشور ماها اینجوری بیفته دست مریم رجبی. رگ خودمو میذارم. ببین این که افتاده دست ترامپ، خب اصلا دست خود مردم ایران کمتر افتاده دست خود مردم ایران، خیلی تلخه. ولی ماها باید به نظر من کسی نیستم، خود یه جوان 30 ساله‌ای ام که هنوز دهنمون بالا متوازن نباشه. متوازن نیست، حقیقته. خیلی کله گنده تر از من هستن که به نظرم حرف اونها مهمتر از من باید باشه. آره ولی تو الان وایسادی داری از یه چیزی حمایت میکنی که واقعا هر یک نفر اهمیت داره حضورش. آره به نظر من همین که به هم نمیزنی اون جوی که به وجود اومده نمیشه. آخه ببین ترامپ وایساده ببینه ما اگه پشت یک نفر متحد نشیم میده دست روحانی، میافتاده اصلا اصلاح طلبان میگیرن. این حرف خنده‌دار نیست، خنده‌دار نیست، این حرف شوخی نیست، این حرف اصلا شوخی نیست. این که بیفته دست روحانی اصلا شوخی نیست. و اونا بعدشون نمیاد که بخوان مدام سوء استفاده بکنن یه کشوری. کی بعدش نمیاد؟ چه اسرائیل، آمریکا. اگه همین حسن روحانی که من مطمئنم این حرفو تا حالا زده، مطمئنم این حرفو تا حالا با آمریکا از طریق بک چنل خبرش درآمده بود دستگیرش کردن و فلان. ببین این گفته، این آدم گفته که من نه هسته‌ای میخوام
نه موشکی میخوام، نه نیابتی میخوام. هم آره، زن حجاب آزاد، الکل آزاد، تکس فری، همه اینا رو هم گفته آقا فقط بذارید اصلی رو زدید، خامنه‌ای کونی زدید، اونو زدید، هر وقت اونو زدید بدینش من همه این کارا رو میکنم. خب و اسرائیل هم خوشایند نیستش که به دست روحانی. من فکر نمی‌کنم اسرائیل بخواد، ولی کنار میاد. اگه آمریکا بهش بگه آقا الان میخوای با روحانی بجنگ، خودت بجنگ. من اومدم خامنه‌ای رو داره دسته اصلاح طلب اصولگراش ازت گرفتم، اصلی‌ها رو لایجانی، قاریباف، دور و بری حوزه مرکزی اینا رو ازت گرفتم. با روحانی اومده گفته میگه آقا من نمیخوام بگم مرگ بر اسرائیل، حالا اگه میخوای از شرش راحت شو خودت راحت شو. و اسرائیل این کارو نمیکنه. حالا من فکر نمی‌کنم لزوما روحانی بیاد، ولی انقدر که ترامپ میگه گزینه‌های روی میز، این مشخصه که قشنگ اصلاح طلبا صفر چسبیدن این وضعیتو احاطه‌اش کردن و میگن آقا روحانی نباشه، عارف نباشه، یه خر دیگه ای هست که مثلا ما اسمش هم حتی نشنیدیم، یه اولیگارشی اون پشته. ماجرا اصلا یکی میاد بیرون که ماجرا این نیست اصلا کی هست. خب ماجرا اینه که پهلوی نباشه. ببین پهلوی نباشه فاجعه است. خب فاجعه است، چون هیچ کسی دیگه که طرفدار نداره. حالا شاهزاده هم نه تریبون درست حسابی دارن، نه شرفش داره، نه تاریخچه درست. دقیقاً همینه. بعد یه حرفی که ما چند روز الان داریم راجعش صحبت میکنیم، همشون آتش قدرت دارن. الان رضا پهلوی تنها کسیه که اون آتش قدرت رو نداره. خودش بعد خودش میاد میگه من 100 روز گذار رو میذارم. اصلا اگه خواستین یکی دیگر انتخاب بکنید، مگه میشه تو اینقدر متواضع باشی؟ نه هست. و بعضا من همین چیزا باعث شده که من با خیال خیلی راحت‌تر بگم. خب چون اگه واقعا آدمی رو میدیدم که واقعا هرس مثلا چیز داره، هرس قدرت داره، هرس پوزیشن داره، هرس قدرت چیزی کمی نیست، تا نخواستنش خیلی سخته. قدرت نخواستن خیلی سخته. آخه به نظر من یه حدی از قدرت رو همیشه داشته و باش بزرگ شده. یعنی الان اونقدر براش میدونی مثل چی، اونه یکی که پول نداره یهو پولدار میشه، بعد یهو ندید بدید میشه، یه همچین چیزیه. 100 برابر چیزی که الان هر رهبری تو ایران تو جمهوری اسلامی داشته، این از بچگیش داشته. دقیقاً. و همین باعث شده که آقا من الان تو صفحات مجازی بین ناکانی نوشتم زن زندگی آزادی. من فن زن زندگی آزادی بودم و هستم تو من خود زن زندگی آزادی هم یه زن زندگی آزادی الان نشستم دارم مصاحبه میکنم. خب ولی حتی من هم تو این وضعیت، من با تمام تعصبی که نسبت به این ماجرا دارم، تو این وضعیت به این نتیجه رسیدم که آقا زن زندگی آزادی اون موقعی که باید یه فانکشنی رو ثابت کرد و جبهه حجاب رو از جمهوری اسلامی گرفت. خب و خفش کرد، گفت دیگه گوه نخور. خب هنوزم این باید باشه. خیلی مردم هم بیشتر کرد، یعنی یه اتحادی داد که اینجوری بودن که و به نظر من هنوز همین باید بمونه. خب ولی نه به عنوان یه اصلی ترین، نه که بیاد وسط پرچم. این نباید بابا در زندگی آزادی بگیر دستت، با خودت ببر تظاهرات. وقتی میبری وسط پرچم، من یه دونه امروز ویدیو دیدم دیوانه شدم. این یارو کیه اسمش یادم رفته، چیز نماینده حزب کموله، یه دونه ویدیو گرفته بود که ما نمیتونیم مثلا، یعنی خام حرفش این بود که ما نمیتونیم پرچم تجزیه طلبی رو ببریم، واسه همین پرچم زن زندگی آزادی چون یه هیستوری خوبی هم داره، خب تو رسما داری از این اسم سوء استفاده میکنی. منی که تو این داستان بودم، تو داری منو خجالت زده میکنی که چرا اصلا مردم ما باید به یه همچین مسیری برن. زن زندگی آزادی چرا باید خراب بشه که بعد من 2 روز دیگه از خودم شرمنده بشم که چرا من یه بخشی از این بودم؟ چرا نمیتونین چیزا رو تفکیک بکنید یا حتی چیزا رو به درستی ادغام بکنید؟ خیلی میتونست ادغام بسیار پرقدرتی باشه. یعنی مثلا این جریان جاوید شاه میتونه اصلا جفتش باید باشه، کامل به نظرم جفتش باید باشه. فقط ماجرا اینه که کی باید چی گفته بشه و کی باید چیز دیگه گفته شه. خب داشتیم میگفتیم که این دوتا اگه در کنار هم دیگه بودن خیلی قدرتمندتر بود و خیلی قشنگتر میشد همه چی و باعث سوء استفاده یه سری از افراد هم نمیشد. با این ماجرای با هم بودن نیست خیلی. خب ماجرا اینه که باید با هم باشن. اول از همه اینه که خیلی از اتفاقاتی که الان داره میفته، اگه 1401 اتفاق نمیافتاد این طوری دوباره مردم نمیومدن بیرون، واقعا نمیومدن بیرون. چون که آقا مردم زخم خوردن دیگه. کسی که زخم خورده یادش میمونه. ما انگار به ظاهر مثلا فراموش کردیم، به ظاهر کسی به روی خودش نمیاره، ولی ماجرا اینه که چون روزانه نمیشه به این داستان فکر کرد، یه لحظه میره اون گوشه. داستان آتش زیر خاکستر هم که میگن همینه. چون اون
زخمی که با مرگ نیکا خوردیم وقتی شرح حال مرگش رو خوندیم فکر کنی اون جایی میره، فکر کنی از حافظه ذهنی جمعی ما پاک میشه؟ نیست. اصلا ما طی سالها انقلاب کردیم، از 88 همینجوری شروع شد، هر سال به این انقلابه اضافه شد و مسئله اینه که چرا مووان کردن همیشه چیز بدی نیست. این اتفاقا چه چیز خوبی یادم افتاد. مگه الان کسی میاد بگه نمیدونم رأی من میر حسین موسوی فلان؟ میدونی یه چیزی بود که اون زمان پیش اومد، هم پشتشو گرفتن و بعداً فهمیدیم اوکی خیلی جاهاش گند داشته و باگ داشته، اینو ما میبوسیم میذاریم کنار، میریم سراغ بعدی. چرا نباید مووان بکنیم؟ این شد یه ابزار سوء استفاده برای اصلاح طلبا، برای خیلی از کسایی که میخواستن خودشون زیر این از قایم بکنن. به نظر من این اتفاق واسه منم همینطوری افتاده. یعنی من تا لحظه آخر رو زن زندگی آزادی موندم تا اینکه دیدم سایبریای رسمی جمهوری اسلامی شروع کردن یواشکی اون زیرکا راجع به زن زندگی آزادی. بابا من هستم رو زن زندگی آزادی، من فقط میگم چرا الان باید این وسط دو وجهیه. یعنی زن زندگی آزادی هم باید بیاد تو این رده پشت جاوید چاق، باید وایس چاره ای نیست. و چرا اصلا خب الان مثلا لیدر زن زندگی آزادی کیه؟ که شما وقتی وسط پرچم میاریش فاجعه ترین کاریه که میتونی بکنی دیگه. وسط پرچم وقتی میاد یعنی این یک کشور پشتش وایساده و یه لیدر قطعا باید پشتش وایساده باشه. خب کیه لیدر پشتش؟ نداره. لیدرش شده سوء استفاده و واقعا مسخره دست یک سری از گرایش‌ها که تمام اعتبار زن زندگی آزادی هم دارن میبرن زیر سوال. نمیشه اینطور. بدتر از اون از دموکراسی بگو. اصلا ما شروع نکنیم راجع به این، چون واقعا اون روی سگ من بالا میاد، چون خیلی بوی کون میده. من اون گفتم بوی کونه چگوارا میده. چیزایی هست که ببین اولش هم گفتیم نه من نه تو با کلیت یه سری از چیزای چپ مشکلی نداریم خب، ولی یه چیزایی اصلا بوی کثافت چپ میده. یعنی اینکه این داره میاد که کمونیستی را بندازه. آره. اینم همونه. ببین الان هر چیزی که متاسفم اینو میگم، اصلا ممکنه این حرف هر مذاق خیلی خوش نیاد، به مذاق خود من هم که دارم این حرفو میزنم بعضا ممکنه خوش نیاد. اینه که آره نه، این که الان یا پشت پهلوی وایسید یا دارید از روحانی، از رهبری روحانی حمایت میکنید. خیلی وقتا ناخواسته حتی ها. یعنی بله ببین خیلی از کسایی که دارن میگن فقط از سر تعصب نیست، نه متوجه این داستان نیستن، متوجه نیستن که آقا آینده ایران، آینده سیاسی ایرانو متاسفانه ترامپ باید تعیین کنه یه جایی. لزوما از سر تعصب نیست، اما از سر نفرت میتونه باشه. هر دو. من یه توییت گذاشتم دیشب که مردم خیلی خوبم متوجهش نشدن چون خیلی هم گنگ بود و گفتم نفرت و تعصب این دوتا چیزایی هستن که آدمو کور میکنن و الان قضیه از دموکراسی بگو دقیقاً همینه. شاهزاده سالهاست شما اگر انقدر نفرت نداشتی ازش و یکی از مصاحبه هاشو نگاه میکردی سالهاست داره از دموکراسی میگه. چرا کسی که داره از دموکراسی میگه و بعد حتی داره میگه بابا من 100 روز گذارو میذارم نخواستی به من رأی نده، تو پس از نتیجه رأی میترسی، تو میدونی که من رأیو میارم واسه همین اینجوری که او پس من از الان بیام سنگ بندازم لای چرخ یارو. و کسی که داره از دموکراسی سالها میگه تو چرا وسط این قضیه کشتار رو به قول سکوی تو جنگیم خارکسته چرا باید این وسط از دموکراسی بگی؟ کدوم دموکراسی؟ مگه مثلا میشه حکایت؟ آخه اینم برای من خیلی بوی اصلاح طلبی میده ها. یاد اون پسره میافتم که بلند شده بود رفته بود تو تظاهرات یعنی زمان جنبش زن زندگی آزادی بلند شده بود تو تظاهرات میرفت گل میداد به سربازا. بعد اصلاح طلب از درآمد خبر داری؟ همین سری آخری یه دونه بنر گنده دستش گرفته بود که ما تظاهرات بدون خشونت میخوایم و فلان و اینا. هیچ بلایی هم سرش نمیاد اون یه دونه. من نمیدونم چرا. نه چون حرف حکومت داره میزنه. حکومت هم میگه ما تظاهرات خشونت آمیز نمیخوایم مگه اینکه خشونت از سمت ما بیاد. بوی اصلاحات میده دیگه، کاملا بوی اصلاحات میده. وگرنه تو اگه میخواستی الان حرف بزنی از آزادی ایران صحبت میکردی. اگه واقعا دموکراسی رو قبول داشتی پشت کسی که میخواد دموکراسی رو برات بیاره وای میستادی، نه که جنازه‌های بچه‌مون افتاده تو کهریزک، نصفشون زیر خاکن، 90% روی خاکن، هنوز به زیر خاک نرسیدن. مادر جنده از دموکراسی حرف میزنی، از بچه‌هامون حرف بزن. یه کهریزک این که میگفت ما الان وقتی جنگیم، ببین اصلا ماجرا این نیست که ما الان در حال جنگ هم نیستیم. خب اتفاقی که داره میفته خیلی بدتره، خیلی یعنی که اتفاقی که داره میفته انقدر سهمگین و هولناکه که واقعا هر حرف دیگه‌ای
نامردی در حق اون جونایی که داره در تمام تمام خونایی که ریخته شده و جونای بچه‌ها تمام خونایی که ریخته شده به کنار. خب راجع به مرگ زر صحبت کنیم، صحبتش هم کردیم قبلا. خب ماجرای مرگ اینه که من بعد از فوت پدرم متوجه شدم که آقا مرگ، اول از همه بگم فوت پدر مرگ طبیعی با سن 70 متشکرم با 70 خورده ای سال، این مرگ طبیعی با مرگ یک نوجوان 16 ساله با دست خالی رفته جنگیده، اینا با هم فرق داره، من کاملا متوجه این هستم. خب ولی مرگ اون چیزی که الان ماها داریم بابتش میجنگیم فقط صرف کشته شده هامون نیستن، صرف بیشتر از سمت من صرف خانواده های اون کشته شده ها، چون اینا باید زندگی کنن. اینا هر روز صبح باید در اتاق خواب پسرشون یا دخترشون که مرده رو باز کنن، باید داخل اون اتاق رو ببینن هر روز. این تمام نمیشه. تو با پدر و مادر بچه از دست داده صحبت کن، این زخم هرگز از اینا خوب نمیشه. جمهوری اسلامی بره، خامنه ای اعدام شه، اینا خوب نمیشن. معلومه که خوب نمیشه. نمیتونی بچه رو برگردونی. حالا اینا به کنار، کهریزک گفتیم، کهریزک آرمیتا، وای از کهریزک آرمیتا. خب یعنی وقتی که رژیم اسد سقوط کرد و زندونای رژیم اسد رو باز کردن، فهمیدن اوج فاجعه چی بوده، چه اتفاقایی داشته تو زندانای اسد میفته. همین اسد مادر قبه فکر کنین رو کی یاد گرفته؟ قاسم سلیمانی اومد اینا رو بهش یاد داده. تمام تکنیکایی که رژیم اسد توی سربازاش دمت، یعنی ترامپ گفت دهنش بابت این لفتی کاش بقیه کتلتام زودتر بیان. همون من زره گوش ببین تمام این فجایعی که توی زندانای سوریه اتفاق افتاده 100 برابرش داره توی کهریزک و بقیه زندانای دیگه اتفاق میفته هر روز. ما خبر نداریم، درا رو بستن، چشا رو کور بابا 100 برابرش تو خود خیابون اتفاق افتاده. ما تو قرن همچین کشتاری نداشتیم. معلومه که اون چیزی که میبینیم اگه انقدر فاجعه است، چیزی که نمیبینیم چه خبره؟ من خودم تو زندان بودم، من نمیگم حالا اون موقع هیچی به این اندازه فجیع شاید نبود، ولی خیلی چیزا ممکنه فجیع تر باشه و ما نمیبینیم. واقعا خیلی فجیع تر، مطمئن باشه خیلی فجیع تر. یعنی چیزی که جمهوری اسلامی به ما نشون داده اینه که هر وقت فکر میکنیم اینا به یه مرز جدیدی از حرومزادگی و بیشرفی رسیدن، یه لول دیگه آنلاک میکنن، یه لول 100 لول دیگه جلوش توی یه هفته آنلاک کردن. یعنی توی قساوت و توی کثافت بودن هیچ رو دست ندارن اینا واقعا. و این که ببین کهریزک هر روز من و تو داریم اخبار رو نگاه میکنیم، گوشی رو باز میکنیم که ببینیم آمریکا حمله کرده، نه با استرس، نه تو داره خوابت میبره. این روز من شاهد آرمیتا عباسی 3 روزه تو خونه من مونده، با دوستش یک شب از این 3 روز رو نتونسته بخوابه. منم نخوابیدم، هیچ کی نمیخوابه این روزا. ما سرمون رو میذاریم رو بالش که تا صبح کابوس ببینیم که این حرومزاده کی میخواد بالاخره حمله کنه. صبحم بلند میشیم اولین چیز چک میکنیم ببینیم زده یا نزده. حالا با تمام این استرسی که ما داریم، با تمام استرسی که من و تو آلمان داریم زندگی میکنیم، که من قراره باشم اینجا قشنگ واسه خودم صابونه‌مو بخورم و پاشم لشمو ببرم سر کار، من دارم با این استرس میخوابم. اونی که توی کهریزک بهش گفتن پس فردا روز اعدامته، اون داره با چه استرسی میخوابه؟ خب یه دونه است نیست، به خدا که یه دونه نیست. به اینا دارن 100 تا دارن اینا رو اعلام میکنن که شما فردا اینجا نمیبینید. من خودم هر شب دارم اسم حداقل 50 نفر رو میزنم که اینا تو خطر اعدامن که تازه اسمشون در اومده. خیلی بیشتر از من پشت این بورد 350 نفر نوشتم در خطر اعدام و مفقودی، اصلا معلوم نیست کجا بردن این بچه‌ها رو. 300 تا فقط اسمشون در اومده. چقدر هست که اسمشون در نیومده؟ و میدونی وقتی اسمشون در نمیاد جمهوری اسلامی وقیح‌تر میشه نسبت به عمل کرد با اونا. تو خفا یه جوری میکشتشون که اصلا کسی نفهمه اینا یه روزی وجود داشتن. آب سد. ببین مملکت چه گهدونی شده که خب صداش خوش میشه و جسد از صد میزنه بیرون. آخه کدوم قرن 21 کدوم گاو کسرشتی، کدوم بی پدر مادری توی این دور زمانی یه جوری قتل عام میکنه که آب صد باید خوش شه که بعد جسدای کثافتکاری اینا بزنه بیرون. اصلا مگه اینا همونایی نبودن که برداشتن تمام دانشجوها رو همون بعد انقلاب گور دست جمعی کردن براشون حواله کردن؟ از اون موقع مشغولن از قتلایی که علیه چپا انجام دادن، بعد کوی دانشگاه، بعد ماجرا 88، بعد قتل زنجیره‌ای، بعد روزنامه سلام 88 91 92 96 1400 همینطوری هی پشت هم جنایت پشت جنایت، بیگناه مرگ بیگناه پشت مرگ بیگناه و صبر برای اعدام پشت صبر برای اعدام. این وسط یه خارکسته ای اومده میگه آقا من شما رو نجات میدم، دمت گرم که داری نجات میدی، خب بزن. خیلی ها میگن آقا من همش دارم اینو میخونم که آره زدنه 100% به خاطر اینکه هزینه ای که اصلا تا حالا متحمل شده ترامپ واسه آوردن تجهیزاتش
اطراف ایران و خاورمیانه خیلی زیاد و غیر قابل برگشته. چرا کسی راجع به این صحبت نمیکنه که ترامپ چقدر آلردی داره پول در میاره از همین نزدن و از همین کش دادن وقفه رو هی گشاد و گشادتر کردن؟ همینجاست، دقیقاً همینجاست که اهمیت کاری که ما قراره در روز دیگه انجام بدیم. الان 14 قراره بریم مونیخ مشخص میشه. خب چون ترامپ فیلمش دیدیم دیشب با هم. خب آره. فیلمش من عمدن گذاشتم که یه چیزایی راجع به فیلم پورنش دیدیم، یه جوری گفتی فیلمش دیدیم. فیلم شخصی ترامپ که راجع به اتوبیوگرافی ترامپ بود که علی عباسی بایوگرافیش بود که یه ایرانی هم ساخته. طبعا خیلی فیلم خوبیه که حرفای خوب و خیلی دقیقاً راجع به ترامپ میزنه. ما نشستیم این فیلم با هم دیدیم و من قبلا به این نتیجه رسیده بودم و دیشب مطمئن‌تر شدم که آقای ترامپ الان وایستاده داره نگاه میکنه که اگه بتونه این حمله رو 1 ساعت عقب بندازه این کارو میکنه. خب 1 ساعت تمام این صبرایی که همه مردم دنیا دارن انجام میدن واسه این اتفاق همش براش سود عجیب غریب. یعنی از اون طرف پسر بزرگش بازار کریپتوی آمریکا رو گرفته دست خودش، قیمت بیت کوین رو خودشون میتونن کنترل کنن چون اتفاقی که داره میفته تو دنیا همه رو قیمت بیت کوین تاثیر میذاره. قیمت بیت کوین داره میریزه، اینا شورت پوزیشن باز کردن، همه دارن جیباشونو پر میکنن. خب روزانه بیت کوین میاد پایینتر، اینا دارن پول بیشتر در میارن، روزانه تایم بیشتر میگذره، رژیم ملا داره بیشتر خسته تر میشه چون اینا الان خودشون یه هفته است منتظرن که ترامپ بزنه. داستان هم دارن، برنامه هم دارن واسه این. برای همین هی میرن انگولک میکنن، ابراهام لینکلن یه انگوش اینور با یه پهپاد یه انگوشون و کاش من میگم پیش دستی بکنن، بزنن. نمیخوان ترامپ بزنن. آقا چرا اینا نباید ملت غیور جمهوری اسلامی چرا نباید پیش دستی بکنه؟ من ازتون خواهش میکنم برید دفاع بکنید. یعنی چی؟ برید از خون شهیدامون دفاع بکنید. شما برید سمت ابراهیم آبکور با ابراهیم آبکوراتون برید سمت ابراهام لینکن و بزنید. جدی دارم میگم، برید پیش دستی بکنید و بزنید، نشون بدید رئیس کیه. به خدا جدی اومده تو خلیج فارس تنگ هرمز داره باز میکنه. قهرمانان پهلوانان کیرم نمیتونم باورت نمیشه. نمیتونم. قبلا میتونستم به صورت مثلا فان و شوخی و سارکاستیک و اینا میتونستم مثلا یه ذره با داستان بخندم. خشمه که ببین من توی زندگی 30 سالم که هیچی هم نیست 30 ساله، فقط تو زندگی من به خشم گریه نکرده بودم. ببین از خشم من تو زندگی من از خشم دارم گریه میکنم این روزا. خب خشم یعنی میگم که آقا من اینکه آدم انقدر دستش کوتاهه که باید بشینی ترامپ بازار مالی رو واسه خودش بگیره تو دستش، ایران رو اینجوری بچرخونه. معلومه که برای ایران و ایرانی ترامپ نمیخواد بزنه، 100% برای منافع خودشه. حالا این منافع خودش اگر زود عمل بکنه خیلی به نفع ما تموم میشه، ولی اگر دیر عمل بکنه ما واقعا شجاع‌ترین قشرمون رو از دست دادیم. برای هیچی عملا یه زخم خوردیم و بعد بابتش دوباره 2 سال دیگه گریه کنیم تا دوباره انقلاب بعدی شکل بگیره. من بعید میدونم، البته من میگم زدن و میزنه، ولی تو ذهنم متاسفانه یه بازه 3 ماهه واسه خودم گذاشتم. یعنی واسه یه جنگ 12 روزه یه بازه 2 ماهه اینا میخواستن. من میگم اوکی اگه این قرار شدیدتر از قبلی باشه شاید یه بازه 3 ماهه مثلا برای خودشون در نظر گرفتن، ولی 3 ماه دیگه ایران معلوم نیست دیگه چی بشه. 3 ماه دیگه هفته دیگه ایران معلوم نیست. بعد با قتل عامی که کردن کی دیگه میخواد بیاد تو خیابون؟ البته که میان، ولی زمان میبره که یه ذره خود اون افرادی که تو خیابون بودن التیام پیدا بکنن. اینجوری نیست که دوباره از هفته دیگه اعتصاب شروع بشه. و اتفاقا به نظر من حمله که اتفاق بیفته و شاهزاده فراخوان بده حمله، آره اینا ببینن یعنی اینا که مردم وقتی ببینن پشتشون گرمه 100%. منظورم اینه که اگه این بازه نزدن طول بکشه اینجوری نیست که مردم دوباره برن تو خیابون و بگن بزن ترامپ چرا نمیزنی. چون مردم نمیکشن دیگه. امیدوارم یکی اینو به راه راست هدایتش کنه، بگه آقا اوکی تو بزنی. تا الان ماجرا میدونی چیه؟ خیلی به این یه جورایی چک سفید داده شده انگار و داره باش خیلی حال میکنه. خب چون متوجه شده برای اولین بار توی دوران ریاست جمهوریش یک کشوری که این میخواد بهش حمله کنه، مردم خود اون کشور دارن میگن که حمله کن. خب ببین این باور نکردنیه واسه اروپایی‌ها. یعنی اروپایی‌ها که از من میپرسن که آقا نظر راجع به حمله چیه، من میگم باید بزنه و باید الان ASAP باید بزنه. اینو تعجب میکنن. و ببین این موقعیت گیر ترامپ اومده. خب
ایران رو دیده، تمام منابعش رو دیده، منابع زمینی و چیزی شد و منابع انسانی شد، همه چی شد. یعنی جی دی پی قدرتمند، 80 میلیون آدم، موقعیت استراتژیک، همه چی تمام. اینو دیده و دیده که مردم تمام این کشور دارن میگن آقا حمله کن، آقا بیا، آقا دست دوستی به ما دراز کن، ما از دست دوستی چین و روسیه خسته شدیم. ببین این مثلا باور نکردنیه که یه رئیس جمهور اینقدر بخواد کون سفیدی بیاره و این آورده و حالا دیگه بازیش گرفته دیگه. گفته اینا که دارن میگن من بزنم، برای همین من چیزشو دارم، قانونی اجازه زدنشو دارم. سپاه هم تروریستی اعلام شده، میشه قشنگ زد، نیست نابودشون کرد، قانونم با منه، هیچ کی نمیخواد حرفی بزنه، اروپا هم الان با منه، همه اینا هست. یکی حالا همه این اتفاق افتاده، ما یه پولی این وسط در نیاریم؟ نمیشه که. من ولی فکر میکنم ما میتونیم بهش فشار بیاریم. 14 اوج فشاریه که ما تو تمام این بازه 40 خورده‌ای، فکر کنم 40 خورده‌ای روز شده از زمانی که تظاهرات شروع شده، زیر 2 ماه. این میشه بیشترین فشاری که ما وارد میکنیم بهش، به خاطر اینکه همون جوری که ترامپ داره پول در میاره از این نزدنه و سوء استفاده در واقع از این گپ زمانی، از اون طرف خیلی برای کشورهای دیگه هزینه بره که این همه مردم بیفتن توی خیابون و پلیس بخواد اسکورتشون بکنه، خیلی هزینه بره براشون و برای کشورهای دیگه عملا ارزش نداره که کار همه میخوابه. کسایی که میان تظاهرات که ایرانیان اکثرشون مرخصی میگیرن، یعنی از لحاظ اقتصادی تمام کشورها دارن زیر فشار میرن. مرخصی ایرانی ساده ترین فشار اقتصادیه که از تظاهرات یکی از این کشورها میتونه متحمل بشه. واسه همین من فکر میکنم اگه واقعا همینجوری این تداوم داشته باشه، مثلا تورنتو ترکوند، کانادا ترکوند، خب اینا اگه فکر کن همه اینا جمع بشه 14 و میشه و کشورهای دیگه اینجوری میشن که مادر جنده بکن دیگه، یه کاری بکن، ما الان همه تحت فشاریم به خاطر ایران. یعنی من فکر میکنم ما میتونیم تو کشورهایی که هستیم فشار وارد بکنیم به کشورهای خودمون اون فشار رو چون قدرت بیشتری دارن وارد بکنن به ترامپ. این ایده منه. آره ایده خوبی هم هست و مردم هم دارن کارو میکنن. توییتر زیر پست، هر روز زیر پست ترامپ رو برن آقا ببین. آخه اون خیلی دو سر سوده. یعنی ما داریم صدامون رو میرسونیم، از اون ور داریم ایمپرشن میدیم به اینا. الان سخنگوهای کاخ سفید، خیلی از اعضای کاخ سفید اصلا اونقدر پیجشون ایمپرشن خاصی نداشت. الان میری پستاشون رو میکنی تمام شده کامنت های ایرانی. خب این خیلی جایگاه بالاتری بهشون میده، حداقل روی مدیا بهشون خیلی قدرت بیشتری میده. اینا اگه تشته قدرت و محبوبیت نبودن که اصلا این سمت ها رو نمیگرفتن توی سیاست. و متوجه اینم شدن و این یه طرف هم خوبه هم بد. اولی که متوجه این شدن که هر چه راجع به ایران صحبت کنن ایمپرشن میگیرن، فالوینگ میگیرن و این بقیه هم وسوسه میکنه که بگه آقا همه دارن از اینا حرف میزنن، ایمپرشن میگیرن، بذار منم یه چیزی بگم، چرا ما نکنیم. و این کارم خیلی هم کردن و به صرف سودش این کارو کردن و اصلا هم مهم نیست به چه نیتی. ماجرا اینه که دارن حرف مهم اینه که دو سر سوده. آره و این اتفاق داره میفته. ولی الزامانی که ما مثلا بخوایم فکر کنیم که همه کسی که دارن این حرفو میزنن واسه شون مهمه، نه راستش نه. من مثلا اون نیست. من میگم وقتی یارو سودشو داره میگیره یه ذره شاید خودش هم شلتر باشه، ولی وقتی فشار بیاد روش از لحاظ هزینه‌ای، از لحاظ کشورهای دیگه که الان توقع دارن واقعا امریکا بعد این قولایی که داده یه کاری بکنه، شاید اون یه ذره فشار طرفو هول بده به سمت جلو. وگرنه اگه سود داشته باشه که میشینه این ترامپ تا الان که این همه گذشته و نزده. کی بود اومد گفت 24 ساعت من مهلت بدید من میزنم؟ از اون موقع یه ما گذشته. ببین از این طرف خیلی تلخه این که اینقدر جون مردم بازیچه است تو دنیای سیاست. متاسفانه همینه. هیچ کاریش هم نمیشه. من روزی که می‌خواستم برم تو خیابون، خیلی دور و بریام والا مثلا بیشتر خانواده که نگرانه اینجوری بودن که انقلاب کشته میده و شما رسما این مهرهای شطرنج میمونین که قراره برین کشته بشین. و من مطمئنم که سوای از من خیلی از بچه‌هایی که تو خیابون بودن، چه الان زندن چه کشته شدن، طرز فکرشون این بوده که اگر قراره که من کشته بشم حتی به عنوان یه مهره شطرنج و کشورم آزاد بشه، آقا من اینو به جون میخرم. و واقعا هممون به جون خریدیم این مسئله رو که الان اینجاییم. ولی اگر که یه نتیجه خوشایندی داشته باشه، یعنی اگه واقعا من یه سرباز مهره شطرنج بودم که رفتم و به نتیجه رسوندم، نه که برم و جونم رو بذارم و همه چیمو بذارم بعد آخرم بیافتم زندان منتظر این بمونم که آقای ترامپ آیا میزنه آیا نمیزنه.
اینش خیلی بده. خیلی نه آیا میزنه آیا نمیزنه، نه اینکه امشب میزنه یا فردا میزنه یک پس فردا میزنه، و اینکه انقدر زدنش قطعیه، و اینکه زدنش قطعیه به خاطر یک چیز، به خاطر چین. زدنش آخه انقدر قطعیه که هر شبی که نمیزنه خیلی مسخره است. یعنی هر شبی که نمیزنه اینجوریم که کسکش این همه کار کردی، خب بزن دیگه. مسخرگیش اینجاست. شاید داره ببین از این طرف don't let them predict your next move ویدیوش دیگه هست واقعا همینجوریه. ترامپ خود همونه. خب و همه این حرفایی که ما داریم راجعش میزنیم همش هم ممکنه اشتباه باشه و همش ممکنه مثلا اینا مثلا 6 ماه قبل 1 سال قبل تصمیمشون رو گرفتن که دکمه سیکتیر جمهوری اسلامی رو بزنن خیلی بیشتر و شروع کردن بازی کردن. و ببین حتی من تعجب نمی‌کنم که مثلا این توییت هایی که ترامپ میزنه برای اینکه میخواد ببینه که خامنه‌ای بعد از زدن این توییت از این بانکر میره این بانکر یا از این بانکر میره این بانکر. اصلا نصف چیزایی که میزنه برای مردم نیست، دقیقاً توش کدایی داره که پیام برسونه به سمت جمهوری اسلامی. میخوام واکنش سنجی کنن به اون حمله‌ای هم که بود حمله تا 24 ساعت حمله میکنه. میدونی چه ضرری واسه جمهوری اسلامی داشت؟ تمام پروتکل‌های امرجنسی رو که داشتن رو کردن و ترامپ نزد. و هیچ دیگه پروتکل امرجنسی ندارن و این طرف باید زودتر بزنه تا اینه یه پروتکل جدید واسه خودش تولید نکردن. اون اتفاق این قضیه مذاکره میمونه دیگه. هر شب میاد میگه مذاکره میکنن، یه ذره به اینا حال میده، دوباره چوب میکنه تو کونشون. ببین اینکه با جمهوری اسلامی این کارو کرده و اینا رو کسخل کرده خیلی خوبه، خب خیلی، ولی ما بعدش اینه که ما رو هم داره کسخل میکنه. نابود داریم میشه هر روز صبح زدی نزدی چه غلطی. نه من یه ذره نسبت بهش اینجوری شدم که حالا اگه یه چیزی هم ازش خوندی 100% رو حرفش حساب باز نکن، چون خیلی همین پیام میگیرم که مثلا بچه‌ها بهم پیام میدن این شکلی ان که آرمیتا گفت میخواد مذاکره کنه، وای تموم شد بابا. انقدر همه چی رو کلی نبینید، یه نفس عمیق بکشید و به این فکر بکنید که این آدم تا حالا کدوم حرفش حساب بوده. شب قبل اینکه ایرانو بزنه سر جنگ 12 روزه هم داشت از مذاکره صحبت میکرد. فرداش اومد گفت من به شما 60 روز مهلت دادم، شما 61 من زدم. نیم ساعت از روز 61 گذشت من زدم. آره ببین هم میزنه. خب فقط همین دیگه. این که به نظرم مردم نباید خیلی رو حرف ترامپ حساب باز بکنن، باید رو همون عملش بیشتر حساب باز زدنش باید حساب باز کنن. زدنش که همه میتونن حساب باز کنن. چند تا تصمیمش انگار اصلا با ترامپ نیست، با خیلی گنده تر از ترامپ. اینه که آقا میخوان با کل دنیا دیگه برای هیچ سودی نداره که ایران انقدر بدبخت باشه. ببین یه چیزی بهت بگم خیلی لجن ولی واقعی این اتفاق افتاده. اینه که آمریکا خیلی سال پیش به ایران و عربستان نگاه کرد و دو تا گاو دید و گفت اینا رو باید بدوشم یه جوری. خب مردم ایران رو دید و متوجه شد اینا رو نمیتونه مثلا به سبک عربستانی یه جوری مستعمره طور کنه، چون عربستان واقعا خیلی دیگه غلام حلقه به گوش اصلا دوران مستعمری که به نظر من تموم شده. آره عملا تموم شده و مثلا مردم ایران هم زیر هم چیزی نمیرن. برای همین تصمیمی که گرفت به نظر من این بودش که گفتش که آقا ایران رو ما تبدیل بکنیم به یه هیولا تو منطقه، بکنیم ابرقدرت خاورمیانه که چین و روسیه رو بنشونیم سر جاش. نه فقط اون، نه این مال قبل از انقلاب، مال اینکه چرا اصلا انقلاب جمهوری اسلامی اومد به سر کار نشست. نه الان آره اون موقع دارم میگم این که چرا اومد سر کار نشست. گفتش ما باید ایران رو بکنیم به یه هیولا، یه هیولای ترسناک و با این هیولای ترسناک به کل منطقه اسلحه بفروشیم. با کل منطقه. مثلا کلا بیس آمریکا همینه. یعنی فرانکلین روزولت خیلی سال پیش گفته بود که The United States of America must be the great arsenal of democracy. یعنی ما باید یه توپخونه دموکراسی باشیم. خب حرفش زد. از دموکراسی بگو. چیزه. و اینی که این حرفش زد اینا چیزشون سلاح فروشیه. انقلاب جمهوری اسلامی رو آوردن 47 سال بهشون خدمت کرد، 47 سال منطقه رو ناامن کرد به اسم جمهوری اسلامی. این همه سال مفت تمام منابعمون هم داد بهش، همه رو داد، همه این کارا رو کرد، منطقه رو ناامن کرد، به همه تا خشتک سلاح فروخت و وقتی دید که آقا همه منطقه اشباع شده و الان همین جمهوری اسلامی که خودم اینو گندش کردم الان درست خودم شاخش نمیکشه، گفت دیگه بسه. الان که اینو تبدیل کرده بودم به یه هیولا، الان میکنمش یه دوست خیلی خوب که بازم میاد اسلحه‌هامو میخره، ولی این دیگه اسلحه‌هامو که خرید این دفعه دیگه نمیزنه سمت اسرائیل، همه رو میگیره سمت چین. یعنی یه چیزی میکنه، یه هموجنی درست حسابی را میندازیم که ایرانو کامل از دست روسیه و چین بگیریم و بیاریمش تو سمت خودمون که قشنگ یه مثلث قدرت واسه خودش تشکیل بده، عربستان، سعودی، اسرائیل، ایران برنامه گذاشته و همه اینا برای چینه. و الان تموم شده این دوران. یعنی دیگه هیچکی دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخواد. آمریکا هم که تا الان داشت از جمهوری اسلامی منفعتش میبرد، اونم دیگه نمیخواد. یعنی دیگه دکمه سیکتی. فقط این که کی امروز یه ساعت دیگه 2 ساعت دیگه آقا بزن اینا باید برن. این دیگه نمیشه. دیگه تموم شده. دیگه منطقه اشباع شده. از همه چی کثافتشون دیگه داره کل منطقه رو میگیره. و ببین واقعا صلح میاد بعدش. یا یکی نباشه به حوثی‌ها
سلاح بفروشه، به حزب الله سلاح بفروشه، به حماس سلاح بفروشه، نصف خاورمیانه میشینه سر جاش. دیگه دلیلی نداره من مثلا برای جنگ. اصلا این پروپاگاندای پلستین از ایران شروع شده به جان خودم. یعنی می‌بینی که ایران هم به هر حال یه نقشی تو چیزش داشته از همون اول تو این به خاطر اینکه اصلا ایران بود که فلسطین اومد مظلوم کرد و آره. و این به محض اینکه این اتفاق بیفته دیگه اون موقع جنگ آخره که میشه جنگ آمریکا و چین، جنگی که اصلا ترامپ برای عقده‌گشایی کاری که کووید از سمت چین اومد و باهاش کرد و باعث شد که پرزیدنسی دومو نبره. آره. الان اومده گفته من میخوام بزنم تقی چین. ایران هم میخوام که بیاد تو جبهه من که راحت‌تر بزنم تقی چین. ونزوئلا هم از چین گرفتم، نفت ایران هم از چین گرفتم، همه اینا رو داره دونه دونه داره از چین میگیره. آره. ببین همه کانترکت‌های چینی رو داره وید میکنه. یعنی میگیره میخواد جنگ آخر. ما هم افتادیم این وسط، بازیگر بسیار مهم و استراتژیک، ولی به هر حال یکی داره این مهرهای شطرنج رو تکون میده و متاسفانه در حال حاضر ما نیستیم و به نظر من در وضعیت فعلی پشت پهلوی قرار نگیریم، هیچ وقت خودمون نیستیم به گا میریم زنده باشیم. من میخوام شیکشو بگم، درستشو تا گفتی و دقیقاً همینه. نمیشه، نه چاره ای نیست. آقایون خانم‌ها، به خدا، به کسی که نه سلطنت دوست داره نه بسیار جمهوری خواه، زن زندگی آزادی همیشه گفته آقا چاره نیست. الان هیچ چاره نیست. پهلوی چاره است، چاره‌ش هم 14 و باید بریم، هممون هم باید بریم. ایران آزاد بشه اولین کاری که میکنی چیه؟ فکر کن بهش اگه تا حالا فکر نکردی. اصلا کامل بهش فکر کردم و خیلی جوابم قطعیه. میرم سر خاک بابا، نمیرم برای علی موقعی که باباشو از دست داد اینجا بود، واسه همین اینو میگه. 2 سال گذشته. منم تنها نیستم مطلقاً. یعنی بریم سر خاک بابات، بریم سر خاک تمام بچه‌هایی که داغشون مون رو دادن. نه و من تنها نیستم. ببین این توییتر دارم میخونم، دارم میخونم کسایی که پدرشون و مادرشون اینا رو تو غربت دست دادن و ببین آرمیتا حل نمیشه این داستان. ببین تا سر خاک نری، تا مطمئن نباشی چه اتفاق افتاده، این داستان حل نمیشه. این برای من حل نشده و حل نشده دیگه، برای حل نمیشه. برم ببینم. نوشته تغییر پوریه. حل میشه، درست میشه. بزن ترامپ مادر جون. درستش میکنیم. این اولیه، ولی خب این فقط این اولیه از تلخه، بقیه‌اش اوکیه. دلم مثلا ماسول تنگ شده، مثلا دلم واسه کاسپین، سال کاسپین تنگ شده خیلی. یه قراری با هم بذاریم. لای جان دلم تنگ شده. این ویدیو رو که الان ریکورد میکنیم اصلا تا قبل اینکه برسیم به 14 ترامپ بزنه. چه عروسی در کون. عروسی در با هم میریم رشت، با هم برمیگردیم. بریم رشت که با منتظر. نه فقط رشت، من تمام زندگیم تهران بودم. من تا از 26 سال از عمرم، نه 30 سال، 4 سال بنگلادش، 23 سال از عمرم من ایران بودم و از این 23 سال 20 نه فقط میگم رشت اگه خواستی بری با هم رشت با هم میریم، تهران رو با هم میریم، کرج تو باید بریم. کرج رو نشون میدم. تو از رشت رفتی. من داشتم میرفتم بوداپست، تو هنوز رشت بودی یا رفته بودی چی؟ اوف یادم نمیاد. رفته نه نرفتم. آخه ما یه بازی هم با هم دیگه صحبت نمی‌کردیم. آره ولی اون موقعی بود که من بوداپست بودم، یادم اومد کامل. فهمیدم ما خدافظی کردیم ببینه ریکورد میکنه هنوز. ما بوداپست خدافظی کردیم و اون موقع با هم خوب بودیم، یعنی we were on good terms. بعد که من رفتم طرف کرج و شد آنچه شد، دیدم میتا و الان اگه من نمیرفتم کرج احتمالاً الان اینجا نشسته بودم. احتمال زیاد، خیلی احتمال زیاد اینجا نشسته بود. زندگی خیلی چیز عجیبیه. ببین تمام این اتفاقایی که افتاد به صرف این افتاد که من اون شب قهوه خواستم. ما نشستیم من و تو اون پسر آریان هرچی. آره. نشستیم قهوه خوردیم و من دیدم که ایول کرونا نیست، کرونا هست، کافه‌ها بستن، اینا بازن. دمشون گرم. منم قهوه خور هر شب. شدیم رفیق، الان اینجاییم آلمان. به امید آزادی آرمیتا عباسی. به امید آزادی جاوید شاه. پاینده ایران. آقایون خانم‌ها شب و روزتون بخیر. دمتون گرم. خدا نگهدار.